5 تا از بهترین ترکیب‌های فیفا 25 که با استفاده ازشون بازی‌های بیشتری رو میبرید. توی شماره 5 ترکیب 5-2-1-2 رو داریم که خیال شما رو بابت دفاع راحت میکنه و بهترین ترکیب واسه ضد حمله زدنه. چهارمین ترکیب 4-1-2-1-2 هست که نسبت به قبلی توی اتک دستتون بازتره و میتونید خودتون رو به حریف دیکته کنید. بعدی ترکیب 4-2-1-3 هست که یه ترکیب کاملا بالانسه و همزمان هم دفاع هم حمله خوبی دارید و مسلط شدن روش شما رو خیلی جلو میندازه. دومین ترکیب 4-5-1 هست. با این ترکیب وسط زمین رو دستتون میگیرید و خیلی از حرفه‌ها ازش استفاده میکنن. و در آخر توی شماره 1 ترکیب 4-4-2 رو داریم که با یک کاستوم تاکتیک خوب شما رو شکست ناپذیر میکنه و حتما یک بار هم که شده باید ازش استفاده کنید. بهترین کاستوم تاکتیک برای هر کدومشون رو توی کپشن گذاشتم و اگه میخوای ترکیب درست کردن توی فیفا 25 رو یاد بگیری حتما هایلایت تاکتیک بچین توی پیجم رو چک کن.